استرس میتونه تاثیر زیادی توی چاقی و لاغری داشته باشه. شاید از اون سوال پیش بیاد که چطوری. وقایع پر استرس مثل طلاق، بحران‌های اقتصادی و عاطفی و مرگ عزیزان میتونه باعث چاقی بشه. اصلی ترین هورمون استرس کورتیزوله که موقع نگرانی توی خون ترشح میشه و ممکنه که هوس شیرینیجات، فست فود و ترشیجات کنید که باعث میشه که متابولیسم بدنتون رو کند. کورتیزول بیش از حد در خون میتونه به مرور زمان خطرناک بشه، مثل مقاومت به انسولین، سرگیجه و سردرد، کلسترول و فشار خون بالا، افزایش چربی شکمی و خواب نامناسب. حالا بیا بهت بگم که چیکار کنی کورتیزول کم. کافئینت کم کن، به جاش از چای سبز استفاده کن. ورزش کن و استرس تو با یوگا و مدیتیشن برطرف کن. از غذاهای حاوی فیبر و پروتئین و چربی‌های سالم استفاده کن و در آخر از سبزیجات کم نشاسته استفاده کن.